یک صاحبکاری توجیکی همه ساله 10-20 حتی تا 30 کمبیزاعت خواهشمند رو به زیارت خانه خدا میفرستاد یا به طور امروز عنعنه شده است به حج عمره. امسال عزم کرده است که همون مبلغ رو برای مردم کمبیزاعت دهه خودش دستگاه استحصال برقی آفتابی میخرد. برای یک کس به خانه خدا رفتن یعنی به مکه و مدینه سفر کردن تخمینا 15 تا 25 هزار سومانی لازم می شود. یک دستگاه استحصال برق آفتابی از 500 سوم تا 1.5 هزار خوبش برای یک خانه 2 هزار ارزش دارد. اگر از روی حساب‌های تخمینی میانه این مبلغ حساب کتاب کنیم، اون کسی را که با مهلت 10-15 روز با زیارت خانه خدا میفرستد، این مرد صاحب کار میتواند یعنی 30 عائله رو با دستگاه برقی آفتابی تامین کند که اون عائله میتواند اون رو با مهلت کفالت 10 ساله به پول استفاده برد. یعنی 10 سال زمستان و تابستان شب روز میتواند به پول 10-15 لامپه رو روشن کند، تلویزیون هم کار میکند و میتواند چند دستگاه خوردی برقی به کار درآید. اگر همون مبلغی همه ساله به اون گروه خرج میکرده اش رو در این رو استفاده برد، در یک سال میتواند 300-400 عائله رو با برقی با کفالت 10 ساله به پول استفاده بردن تأمین نماید. این ثواب جاری است که یعنی همه روزه 1,000-1.5 هزار آدم از آن منفعت میبردارد و ثواب این رو حساب کتاب کردن دیگر امکان ندارد. ما از این مردی صاحبکاری خیر عمل خواهش کردیم که همین اندیشه‌اش رو با ما رو بر روی دوربین ابراز دارد و او بخشش پرسید. گفت که من این کار رو همچون صدقه همچون خیر پیشنهاد میکنم. خیر همون وقتی به درگاه پروردگار قبول میشود که تاکید است در بین مردم ما که باید وقتی که آدم به دست راست خیر میکند باید دستی چپش آگاه نباشد. یعنی وقتی که اون رو من در اینجا گفت ابراز میدارم، این رکلام است، یعنی این دیگر خیر شده نمیتواند. برای همین من این عمل رو تنها برای ثواب اجرا میکنم و اون باید به ترغیب پیشنهاد شود. و او یک اندیشه عجیب ابراز داشت که او که بیشتری کارهایش در فدراسیون روسیه میگذارد و با کارهای ترغیب هم اصلا مشغول است، سر کار دارد. گفت که من تخمینا 1000 زیاده از 1000 میلیونر تاجیک رو در قسمت شمال روسیه پیدا کردم که هر کدام اونها میتوانند دهه خودشون رو پره با دستگاه استحصال برقی آفتابی تامین نماید که اگر به طور عمومی پیشنهاد می شود و کفالت 10 ساله عمل رو دارد. یعنی یک دستگاه استحصال برق آفتابی رو کمش 10 سال به پول شب روز زمستان و تابستان استفاده بردن ممکن است که حقیقتا این عمل رو در شرایط امروزه تاجیکستان با معجزه برابر کردن ممکن است. خدا خواسته باشد که صف چنین جوان مردان در میان ثروتمندان کشور بیشتر شود و مردم تا دوره پره به کار در آمدن نیروگاه بنیادی و کشورسازی ملت از تشویش آزاد گردند.